سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این جلسه هشتم از کلیپ‌های آموزشی منه که قراره با همدیگه یه وبسایت رزرو وقت آیلند بافتمون رو بسازیم. ما اینجا اومدیم PHP رو باز کردیم، $x و $get ID. در این خط مقدار ID که از URL آمده رو میگیریم و در متغیر $x ذخیره میکنیم. فرض کن URL اینطوری باشه که delete reservation.php علامت سوال ID مساوی 7. پس $x میشه 7، یعنی شناسه رزروی که میخوایم حذف کنیم. سشن استارت، این خط برای شروع جلسه سشنه و اینجا کانکت MySQL لوکال هاست و روت پسورد و اینا ایجاد اتصال به پایگاه داده است که جلسات قبلی بهتون گفت. این قسمت برای اینه که اتصال به دیتابیس رو چک کنیم که اگه موفق بوده یا نه. اگر اتصال موفق نباشه خطا چاپ میشه و برنامه متوقف میشه. اگرم که خب موفق باشه ادامه کد اجرا میشه. و اینجا کوئری ریزالت برای اینی که دستور اسکیوئلی که میگه رکوردی که در جدول رزرشن شناسنامه‌اش برابر با مقدار $x حذف میشه. و $result MySQL query برای دستور اسکیوئل که به دیتابیس میفرستیم و نتیجهش اجرای آن در ریزالت ذخیره میکنیم. اگر حذف موفق باشه $result مقدار درست ترو خواهد داشت. این قسمت که ما if result گذاشتیم تا این قسمت اکو بازگشت و اگر حذف موفق باشه پیام موفقیت نمایش میشه و یک لینک به صفحه reserve.php داده میشه تا رزرو ها رو ببینیم. اگر حذف ناموفق باشه پیام خطا نشون میده و لینک بازگشت به صفحه رزرویشن و .php ارسال میشه. و اینجا MySQL کلوز برای اینه که ما اتصال به دیتابیس رو ببستیم و بتونیم انگاری فضای وبسایتمون رو کمتر کنیم.